من تن نفسم بخشیدم شوهر بودم من قبول کردم در حضور شهید در طلاق رجعی اگر مرد همین دستی زنش به شهوت بقبه البته نکاح میشه بعضی هم راسیا میروند بیاین یا نکاحی نکنیم این نکاح کردن نیست که علی ششکلی این نکاح یا هست یا نیست تجدید نکاحش چیه نکاح یا هست یا نیست اگر نباشه ای سری نو نکاح کردن در کار نه که اگر باشه تری مسخره بازی نکنه اخی باملو را بیارم ای سری نو نکاحش کنه باید چی را بفهمی هر نکاحی که هست ای او مهری نو دار تری گفتیم چی نیاد داشت یگان نیاد نداشتم به خونه بود یگان نیاد نداری چی رو میگوی تو جواب تو چی معلمی او طلبت که میگوی تو جواب تو کارگری او در زیر دستت کار میکنه که تو جواب او اصلا یگان کار به نیت قصد نمیشه نیت قصد که طلاق باشه طلاق میشه اما اگر نیت قصدش طلاق نباشه مقصد به همین نیتو که او ای پیش او صبره که گیزلام یا که میزنم یا که مثلا برای پدر مادر خبر بگی یا خیش بیمارتون برای خبر بگی این صورت اگر نیتش طلاقی نباشه طلاق نمیشه اپیمیون پست برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بفرزندن بلند برداشتن فویز سپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن کلکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا دست میان بوغم رکشی خنک گرفتگی و ریماتیزم روغن خلبه برای مشکلی پروستات همچنین برای خنک گرفتگی گرده پیشابدان سنگون نمک گرده و پیشابدان رو هم تازه میکند ماشاءالله اگر مرد طرفی زنش گفت جواب یا تو ده جواب یا جواب تا دادم آیا همجا میگه طلاق واقع میشه یا نه جواب لفظی کنایه است معنی های مختلف داره هر عباره و هر کلمه ای که به واسطه به طلاق تعلق نداره او را لفظی کنایه میگن کنایه طلاق اگر همین گوینده را قصد مرادش طلاق زن باشه به یگان شک شبهه یک طلاق می شود طلاق با این می شود طلاق اصلا دو نمود است طلاق رجعی و طلاق با این طلاق رجعی طلاقی را میگن که با لفظ های صریح گفته می شود مثلا مرد جانب زنش گفت که طلاقت کردم یا یک طلاقت کردم یا دو طلاقت کردم یا تو طلاقی یا تو طلاق شده ای حالت دا همون زن طلاق رجعی می شود یعنی که مرد میتونه که حتی اگر زن راضی هم نباشه به سوی همون زن رجوع کنه برای طلاق رجعی مقصد برای پیوند کردن بعد طلاق رجعی حجت با نکاح نو نیست حجت به ایجاب و قبول نیست که زن بگه من تن نفسم بخشیدم شوهر بگه من قبول کردم در حضور شهید در طلاق رجعی اگر مرد همین دستی زنش به شهوت بقبه البته نکاح میشه یا که مثلا این زن کار کرده از خانه پدرش رفته است یا خسرش میترسه خسرش یا که راهش نمیته اگر هم دانی در خانه شون برو بگه زن من رجوع کردم به تو بود نکاحش میترویا فقط کور نمیشه در همون 4 نیست 20 که میسته او در دلش هست خدای نکرده هم تری طلاق رجعی هم شمارش 3 تا کشید خلاص کور نمیشه اما برای زن برگردوندن حجت به نکاح نو نیست اما اگر طلاقی با این شود یعنی با لفظ های کنایه این هم مثل که سوال کرده استی برادر که جواب تا دادم سر دادم یا که مقصد که به نیت طلاق گفت 4 طرفت قبله یا گفت رهات کردم به نیت طلاق در این صورت طلاقی با این می شود تا زمانی که زن از سر نو راضی نشود تن نفسش نبخشه در حضور شاهد و شوهر قبول نکنه در ذمه شوهر با مهر نو واجب می شود نکاح مقصد او دیگه اون زنای برای را بیگانه است همین خاطر مردم همین را باید بدونن ولی بعضی هم رسیه می روند بیاین یا نکاحی نکنیم این نکاح کردن نیست که علی ششکلی این نکاح یا هست یا نیست تجدید نکاحش چیه نکاح یا هست یا نیست اگر نباشه ای سری نو نکاح کردن در کار نه که اگر باشه تری مسخره بازی نکنه آخی باملو را بیارم ای سری نو نکاحش کنه باید چی را بفهمی هر نکاحی که هست ای اون مهری نو داره همون فقط یک بخشیده و قبول کردن نیست ای مهر در کلمه مرد فرض ای هر یک تاش مهری نو قطعی بشه از جمله نمی طلاقی با این کشید حتما در ذمه مرد مهری نو میغلطه
اک مهر در ما بسیار آمیخته است. اگر همون مهری که عرفی است در تعارف مردم است بگیریم، اون هم تقاضایی که میبرن کو مثلا همین است. نه که اگر حد اقل شو بگیریم، کمترین شو بگیریم، حد اقل مهر 10 درهم است. با پول امروزه اگر حساب کنیم حدود $100 میشه. اما اگر همون جواب تو جواب یا جواب دادم نیت طلاق نگم، امکان داره که دیگر معنی داشته باشه. یعنی تو جواب برای تو چت خبر بگیم گر بیو، در این صورت طلاق نمیشه. ولی بعضی‌ها میگن که همتری گفتیم چه نیت داشتی؟ یگان نیت نداشتم. ای خونه آباد، یگان نیت نداری چی به میگوی تو جواب؟ تو چی معلم او طلبته که میگوی تو جواب؟ تو کارگری او در زیر دستت کار میکنه که تو جواب؟ او اصلا یگان کار به نیت قصد نمیشه. نیت قصد که طلاق باشه طلاق میشه. اما اگر نیت قصدش طلاق نباشه، مقصد به همین نیتو که او ای پیش مو سمره که گیزالام یا که میزنم، یا که مثلا برای پدر مادرت خبر بگی، یا خیش بیمارتون برای خبر بگی، این صورتو اگر نیتش طلاقی نباشه طلاق نمیشه. عیز ابن عبدالسلام علیه رحمه، همین شخص در مصر قاضی بوده است. یک قرار نزدش میونن از دست نایب سلطان مصر امضا نمیکنه. میگه این نایب سلطان حقوقی خیلی رسپریجینیو نداره، این غلامه، این مال بیت المال، این حق نداره که مقصد که مال مسلمانو دا با دست درازی کنه و با تقسیمش کنه. بعد گفتن تو دیوانه ای، چی است نایب سلطانه؟ این کلت همه برای قوت همه کنه، همه خیلی سیاست کردن. گفت آنا این دلیل شده نمیده. غلامه حقیقتا در دولت ایوبی ها، ایام زمان بعد صلاح الدین ایوبی، اینا فرزنداشون و بیروهاشون غلامای ترک همه خریدن، ای بزرگ میبردن سرباز میکردن. همه فقط فن حربی و مشق میکردن، در جنگو استفاده شون میبردن. اویسته همه عنوان میگرفتن، افیسر میشیدن، گنرال میشیدن به قول امروزه. حتی یک نفرش نایب سلطان شده، جانشین سلطان. گفت این مالی بیت المال. سخن با همون شخص رسید، رفت در نزد سلطان شکایت کرد که این دیوانه شوره منم خیلی میفرسته. سلطان میگه همون شب روزا اشرف بود، دعوتش میکنه، میگه که انا این کار نکن، او را من خودم آزاد کرده. میگه تو حق آزاد کردن او را نداری، او مالی تو نیست، او مالی بیت المال است، مالی آبشیه مقصد مسلمان ها، تو را حق آزاد کنی نداری. بعد گفتی تا چی لگری آزاد میکنن؟ ایرا گفت باید بازار برن، سودا دامونن غلامه. اگر ما بودو کسی خریدش آزادش کرد با آزاد میشه. این کار اینم جدیتش در میاد. تو در سودا نمونهش آزاد نمیشه، برای که مالی بیت المال است، هیچ که حق تصرف اینا نداره. اون مرده که قطعی بود 10-15 نفر اونم گلاورو و کلورو، حتی دبایشون هم ظاهری بیبرس هم بدست. ظاهری بیبرس بعدا یک چند سال پس سلطان مصر شد، 23 سال سلطانی کرده. یکی از بقوترین پادشاهای زمان بود در معاصر زمان. آدمی که کمری مغولا را حتی شکست، مغولا را نگذاشت که شما ضبط کنن. همین آدم هم بازار بروردن، سودا کردن، بعد مقصد که خریدن ایورا، پادشاه خریدن نشه با بقیه‌اش آزاد شد. یعنی بیت المال بیتاری مال شخصی هیچ کاری نیست که از او زکات داده شد. پنسر هم داخل میشه حضرت؟ پنسر هم در بیت المال. بله، حضرت عمر حساب بیت المال همین شاید در تاریخ باری اول پنسر مسلمانان کرده باشن. حضرت عمر کرده تشکیل کرد، مخصوص سپیسکا کرد، تمام آدمایی که مستحق هستند که نامنویس شدن از حساب بیت المال مبلغشون هم میداد. به کم و کاست. خیلی اگرشون میتونن زیاد چونش حرام میشه. هم پنسیه را چه زیاد میگیره؟ کریز میکنن مقصد میگن. آدمی که مستحق نیست زیاد میگیره، البته حرام. حرام. با اون شریز کنی اما حق مردم رو میگیره، درست نیست. میگم